واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر. و علاوه از قرآن ذکر و یاد پروردگار، ربت را یاد کن در نفست، در دلت، با تضرع و خیفتا، با خوف. از ادب ذکر الله عزوجل تضرع هست و خوف هست، انسان بترسد، نه اینکه در وقت ذکر رقص بکند، برقصد. بعضی ها محفل ذکر را و ذکر خدا را بدنام کردند، چنان ذکر میکنند و چنان حرکت و ادا در میارند، چنان دست و پا و سینه خودشون را تکان میدن که گویا رقص میکنند، که انهم یرقصون. و بعضی بیدین ها هم هستند که روی همین کلیپی که از ذکر پخش شده یک موسیقی هم میگذارن، گویا اینها یک گروه موسیقی هستند، دارند میخوانند و میرقصند. این بیادبی هست. کسی که خوف خدا در او باشد، نه صدایش خیلی بالا میره که معلوم نیست گاهی صدای انسان یا صدای غیر انسان است، صداهای عجیب و غریبی که انسان نمیدونه اسم خداست یا چیز دیگه هست. اینا همه بی حرمتی هست، اینها در شریعت نیست. کسی که میخواد خدا را ذکر کند، خدا را یاد کند، اون طریقش اینه. واذکر ربک فی نفسک، در دلت. و احوال دلت چی باشد؟ تضرعا، در درونت تضرع و عاجزی باشد. ذکر رب العالمین، اون رب عالمین را داری میکنی، نهایت ادب، نهایت احترام، نهایت تضرع و خیفتا، و خوف هم در دل، خوف بر وجود انسان حاکم باشد. خوف که نباشد انسان حرکات بیجا می کند. و دون الجهر، نه زیاد بلند، یک مقدار ذکر جهری باشد به اندازه که خود انسان بشنود، چون انسان با یک نغمه خاصی ربش را وقتی که یاد می کند، اثرات می خواهی بر قلبت باشد، خودت بشنو. و دون الجهر، نه زیاد بلند. اینایی که بلا تشبیه و بلا نسبت ارعر می کنند، این ذکر نیست، این باید نامش را چیزی دیگه گذاشت. قرآن میگه و دون الجهر من القول، این سخنانی که با هم دیگه بلند بلند میکنی، ذکر الله اینطور نباشه. الله بعضی میگویند، خیلی صدایشون را بلند میکنند. لذا الله را اینگونه ذکر کن، بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی همیشه، نه اینکه در هفته شب جمعه شب ذکر است، شب چهارشنبه شب ذکر است. یعنی چه؟ فقط در یک شب میخوای خدا را یاد کنی؟ همیشه خدا را یاد کن، صبح شام، یعنی علی الدوام، نه اینکه صبح و شام فقط، علی الدوام خدا را یاد کن.